شماره 1. یک تیم ماوراءطبیعه در حال رانندگی در جاده مرموز بین مزرعه ها به دنبال ارواح بودند که با چیزی عجیب روبرو شدند. در ویدیویی از تییاگو که در مه 2022 منتشر شد، آنها با استفاده از اسپریت باکس سعی در برقراری ارتباط با ارواح داشتند. وقتی میپرسن آیا روحی آنجاست، پاسخ عجیبی میشنوند و چیزی ترسناکتر میبینن. مردی مرموز وسط جاده ایستاده و تکان نمیخوره. تییاگو به اون نزدیک میشه و مرد به طور عجیبی حالت بدنش رو عوض میکنه و میگه تییاگو سلام. او با ترس به ماشین برمیگرده، ولی وقتی دوباره به جاده نگاه میکنه مرد ناپدید میشه. آیا اون همون روح بود یا چیزی خطرناکتر از زنده ها در کمین است؟ تییاگو هالو دیوز. شماره 2. در ویدیویی از تروبیل که در ژانویه 2018 منتشر شد، خودرویی در پارکینگ بدون حضور کسی شروع به حرکت‌های عجیب میکنه. درها باز و بسته میشن، آژیر به صدا در میاد، برف پاک‌کن‌ها کار میکنن و در نهایت ماشین بدون راننده شروع به حرکت میکنه. نگهبان با دیدن این صحنه فرار میکنه. آیا این یک وسیله تسخیر شده است یا روحی در حال گردش شبانه؟ شماره 3. دنی متوجه رد پاهایی در برف می شود که به خانه اش منتهی می شود، ولی دوربین ها چیزی نشان نمی دهند. در یکی از ویدیوها لکه های برف به شکل غیر عادی به هوا پرتاب می شود، در حالی که هیچ کس در اطراف نیست. آیا این کاری یک روح است یا فقط یک توهم نگران کننده؟ نظر شما چیه؟ شماره 4. آیا این خشمگین ترین پولترگایست دنیاست؟ این ویدیو که توسط پارانویا در دسامبر 2021 منتشر شده، تیمی را نشان می‌دهد که به ساختمانی در کوهستان می‌روند و خیلی زود می‌فهمند تنها نیستند. با ورود به ساختمان، صداهای کوبیدن شدیدی به گوش می‌رسه. ناگهان دوربین به سمت در می‌چرخه و یک روح را می‌بینند. Şantayı güler. İyi böyle. Allah! Güler, saçmalama kim? Kışın çeker. نظرتون رو راجع به ویدیو ترسناک و روح بنویسین. لایک و سابسکرایب یادتون نره.